برای از بین بردن التهاب پاشنه پا یا خار پاشنه تمرین فوق‌العاده وجود داره. روی صندلی بشینین، چند تا نفس عمیق بکشین و تمرکزتون رو بذارین روی تمرین. اول با پای راست شروع میکنم. 4 تا انگشت پام روی زمین چسبیده. شست پامو از رو زمین میکنم. شستمو میذارم رو زمین و 4 تا انگشت کوچیکمو از روی زمین میکنم. این تمرین رو دوباره تکرار میکنم. حواسم هست که فعلا دارم این تمرین رو با پای راستم انجام میدم. تکرار میکنم 3 مرتبه، 4 مرتبه، هر چقدر که راحت هستین. اول ممکنه براتون سخت باشه، ولی به مرور خودتون متوجه میشین که چقدر تغییر کردین. بعد از پای راست سراغ پای چپ میریم، به همون تعدادی که رو پای راست تمرین کردیم رو پای چپ هم تمرین میکنیم. شستمون رو میکنیم، 4 تا انگشتا رو زمین میمونه و شستمون رو روی زمین نگه میداریم. 4 تا انگشت کوچیک رو از روی زمین میکنیم. این تمرین رو اگه بخوایم آسان‌تر انجام بدیم، برای شروع میتونیم هر دو تا پا رو همزمان تمرین بدیم. اول شستمون رو بکنیم، بذاریم روی زمین، 4 تا انگشت رو بکنیم. اگرم بخوایم یک کوچولو سختش کنیم، میتونیم بایستیم سر جامون و این تمرین رو تکرار بکنیم. امیدوارم که تمرین رو انجام بدین و ازش نتیجه خوبی بگیرین. از تجربه انجام دادن تمرینتونم حتما برام کامنت بذارین که تو کدوم شرایط راحت تر بودین.